بولوار مثلا حافظ بولوار این محصولی که شما دارید باش قاب موبایل تولید میکنن، تی پی یو. تو ایران هم داره تولید میشه. دستگاه دو ماه پیشه، قسمت قیفشه. این مواد از اینجا میاد تا رسیدن، از سیلن دما میبینه، اکسترود میشه، خروجیش به صورت اکسترود شده خمیر میاد بیرون، کشنده میکشه، کات میکنه، تبدیل به گرانول میکنه. تبدیل به گرانول میشه. محصول استرچ برای بازارهای صادراتی بسیار مناسبه و در حال حاضر تو ایران داره با کیفیت‌های بسیار بالا و خوب تولید میشه. کشورهای اروپایی مثل هلند و آلمان مشتری بسیار خوب ایران هستند و از طرفی هم کشورهای همسایه و همجوار من بسیار مصرف داره و از ایران به شدت خرید می‌کنه. تا که می‌بینید مشتری صادراتی بسیار زیاد داره. شیرینگ‌هایی که برای مصرف باقی استفاده میشه، من حتما تو استوری‌های آینده راجع به موارد مصرف این محصولات براتون استوری میذارم که شما هم بتونید بیشتر درک بکنید که اینا چه کاربردی داره. محصول استرچ که قبلا عرض کردم در ابعاد و اندازه و سایزهای مختلف در حال تولید هست. سایز دستی که بیشتر برای صادرات به سمت اروپا هست و کشور هلند طرفدار این محصول هستش، در حال حاضر تو ایران قابل تولیده و ضخامت‌های مختلفی داره که ضخامت 17 میکرون، 16 میکرون تا 23-25 میکرون هم قابلیت تولید رو داره و کشورهای اروپایی بیشتر صادرات انجام میشه. این محصول تستی هم که داره تست کشش و تست چسب هستش که این محصولی رو که تولید میکنن باید بیشتر از یه حد کش بیاد، یعنی حداقل 3 متر باید کش بیاد و تست پاره شدنش رو هم در آینده براتون خواهم داشت.
سایز دیگه ای که برای این محصول استفاده میشه به صورت جامبو هست. 50 کیلوگرم، 30 کیلوگرم، 40 کیلوگرم و حد اکثرش 50 کیلوگرم هستش که داخل پالت ها بارگیری میشه و ارسال میشه. کشورهایی که خودشون توانایی بسته‌بندی دارن یا کارخونه هایی که خودشون دستگاه هایی رو دارن که این جامبو بگ ها میتونه داخلش قرار بگیره و استفاده بشه رو این سایز میبرن. محصول استرچ متشکل از خود استرچ هست و بوبین داخلش که بسته به سفارش هر شرکت یا هر خریدار میتونه متغیر باشه و بوبین میتونه نازک باشه یا کلوف باشه. فرصت‌های بسیار مناسبی که میتونه برای بازار صادرات داشته باشه صادر کردن این بندهای پلاستیکی و پت هستش که کشورهای مجاور به همجوار بسیار مصرف بسیار بالایی داره. سعرا برای بسته‌بندی آجر و بلوک و جدول بیشتر استفاده میشه. این هم طناب‌هایی هستش که به ابعاد و اندازه‌های مختلف دارن تولید میکنن. میتونید ارتباط باشون برقرار بکنید و از این محصولات استفاده بکنید. امروز روز دوم نمایشگاه ایران پلاست حضور داشتیم. غرفه‌های پتروشیمی هایی که الان در حال حاضر توی نمایشگاه حضور دارن شما میتونید به راحتی باشون ارتباط برقرار کنید و محصولی رو که نیاز دارین جهت صادرات ازشون درخواست بکنید. منتها یه سری شرایط داره که شرایطش رو هم در آینده خدمتتون عرض خواهم کرد توی ویدیوهایی که راجع به موضوع بازرگانی و بحث‌های تجاری و صادرات اون دارم خدمتتون عرض خواهم کرد. محصولاتی که باهاش لوازم و تجهیزات پزشکی تولید میکنن بسیار متفاوته و باید یه سری استانداردهای خاص خودش رو داشته باشه که بتونیم باهاش محصولات رو تولید کنیم، چون باید استانداردهای پزشکی و سلامتی رو داشته باشه که بیماری ایجاد نکنه در حقیقت و سالم باید باشه. بخاطر همین کسایی که دارن
صنعت توی حوزه صنعت لوازم آزمایشگاهی دارن تولیداتی رو انجام میدن باید تحت عنوان سیب سبز و سیب سلامت تولیدات خودشون رو انجام بدن یا از کمپانی هایی که در حال حاضر یا از تولید کنندگانی که در حال حاضر تمام سرتیفیکیت های بهداشتی در حال حاضر دارن تولید میکنن محصولات خودشون رو خریداری میکنن.